بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. البته که هر یک انسان در این دنیا به خود دشمن دارد. الله متعال برای ما بندگان و رسولش برای امتان تعلیمات دادند که ما همین ذکرها را بکنیم تا که از خوف دشمن، از ترس دشمن، از شر دشمن، از بدی دشمن در امین باشیم. اولا آن دعاهایی که روایت شده است: اللهم انا نعوذ بك من شرورهم و نجعلك فی نحورهم، یا که برعکس: اللهم انا نجعلك فی نحورهم و نعوذ بك من شرورهم. یعنی این دعا معنیش همین است که ای الله، من تو را در مقابله دشمن که با من روبرو می شود یا که من با دشمن مقابله می شوم، تو را در مقابل اون میمونم تا که من را از شر وی امین نگه داری و پناه میبرم به سوی تو از بدی دشمن. دیگر دعا: حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل یعنی الله برای ما بسنده است و بهترین ذات است که همه کارها را، همه حاجت‌هایمان را به اون واگذار میکنیم تا که ما را کفایتی کند، بسندگی کند. به همین خاطر این دعا را ابراهیم علیه السلام وقتی که در آتش نمرود علیه لعنه اون را، پیغمبر الله را، در آتش می انداخت، همین دعا را خواند: حسبنا الله و نعم الوکیل. و محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که همراه اصحابش با مشرکان روبرو شدنی بودند، همین دعا را خواندند. آیت قرآن برای ما قصه میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. یعنی مردمان گفتند که یک گروه از مردمان یک گروه از مشرکان شما را روبرو می شوند، پس از آنها بترسید. به مؤمنان گفتند. در همین حال برعکس اینکه مؤمنها و اون اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بترسند، برعکس ایمان آنها زیاد شد و گفتند برای ما بسنده است الله و بهترین ذات است که به وی تکیه و توکل میکنیم. در برابر این الله به آنها چی داد؟ فانقلبوا بنعمة من الله، نعمت از جانب الله برای آنها میسر گشت، یعنی امن، نعمت بخطری، نعمت با دشمن مقابله روبرو نشدند. و فضل یعنی تجارتی که در اون چقدر فایده به دست آوردند. لم یمسسهم سوء که در اون یگام ضرر ندیدند. و اتبعوا رضوان الله و رضای الله را در کارهایشان نائل گشتند. به همین خاطر البته دعاها زیاد است، دعاهای قرآنی و دعاهای از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خیلی زیاد است که انسان میتواند به هر قسمی که دعا کند تا که وقتی که با دشمن روبرو می شود الله اون انسان را از بدی دشمن، از ظلم و ستم اون دشمن یا که اون ظالم نگهبان شود. اما ما به خاطر تعلیم کوتاهک فقط همین دو روایت را آوردیم. یکی اش این که اللهم انا نعوذ بك من شرورهم و نجعلك فی نحورهم، یا که برعکس اللهم انا نجعلك فی نحورهم و نعوذ بك من شرورهم. این یکم. دویمش همین حسبنا الله و نعم الوکیل. بارک الله فیکم. تا صحبت های آینده در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.